تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان ایران در خصوص تعداد مبتلایان به ویروس ایدز تا اول تیر ماه سال جاری حکایت از افزایش 339 مورد دارد که به این ترتیب تعداد مبتلایان به 19774 مورد رسیده است. بر اساس این آمار منتشره، تعداد مرگ و میر ناشی از این بیماری نیز در 3 ماهه اول سال جاری 79 مورد بوده است. دکتر عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، در گفتگویی با خبرگزاری مهر با اعلام افزایش موارد فوت در میان مبتلایان به ویروس HIV در ایران با استناد به آخرین آمار به دست آمده اعلام کرد که از تعداد 19774 نفر مبتلا 75% در رده سنی 20 تا 49 سال هستند که نیمی از این گروه نیز در سنین 25 تا 34 سال قرار دارند. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اشاره به اولین مورد ابتلا به ایدز در ایران که به 22 سال پیش برمیگردد و یک کودک مبتلا به هموفیلی بوده است که در اثر دریافت خون آلوده به ویروس HIV نیز مبتلا گردیده عنوان داشت که از آن تاریخ تا کنون ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی بیشترین درصد ابتلا به ایدز در کشور را به خود اختصاص داده است. صداقت با بیان این مطلب که عامل 24% ابتلا به ایدز در ایران هنوز شناسایی نشده است، مهمترین علل شناخته شده‌ای که منجر به بیماری ایدز می شود را چنین عنوان کرد: علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تا کنون در کشور به ثبت رسیدند به ترتیب تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد 69.7%، رابطه جنسی 8.4%، دریافت خون و فرآورده‌های خونی 0.5% و انتقال از مادر به کودک 0.6% بوده است. همچنین راه انتقال در 21% در این گروه شناسایی نشده است. وی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون 1975 نفر وارد فاز بیماری شده و 3315 نفر نیز فوت کردند اعلام کرد وضعیت مرگ و میر ناشی از ابتلا به ایدز در کشورمان حاکی از 3315 مورد فوت بر اثر ابتلا به این بیماری بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت پیش بینی کرده است که تا پایان سال 2009 83,000 بیمار مبتلا به ایدز در ایران وجود داشته باشند که هنوز از سوی وزارت بهداشت و درمان شناسایی نشده باشند. این خبرگزاری همچنین به نقل از طاها طاهری، جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در روز سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر 30,000 نفر از معتادان کشور مبتلا به بیماری ایدز یا هپاتیت هستند. وی همچنین اعلام کرد که 68% از مبتلایان به ویروس HIV در ایران نیز قبلا معتاد بودند. وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمارهای غیررسمی حکایت از وجود 1,200,000 معتاد حرفه‌ای در سطح ایران دارد افزود: در حال حاضر 600,000 نفر از معتادان کشور تحت پوشش و در چرخه درمان قرار گرفتند. جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران همچنین با اعلام این مطلب که میزان مصرف سالانه مواد مخدر در ایران 800 تن است گفت: سالانه 9,000 تن مواد مخدر که 92% از مواد مخدر دنیا را تأمین می‌کند در کشور افغانستان تولید می‌شود که از این میزان 3,000 تن وارد کشور ایران می‌شود. سایت جهان نیوز نیز در روز چهارشنبه به نقل از مسئولان دولتی اعلام کرد که بیش از 25% از معتادان کشور در شهر تهران ساکنند و اغلب آنها مهاجرانی هستند که از شهرها و روستاهای خود به تهران آمده‌اند.